نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. پیامی در فضای مجازی این روزها دست به دست میشه و چند تا از اینها را دوستان برای بنده فرستادن که نظر شما در این مورد چیه. پیام بر این مبناست که بعضی از دولت مردان ما، خصوصا اون اشخاص ترکمن، از فرماندارها و بخشدارها و شهردارهایی که در اقصا نقاط ترکمن صحرا به این سمتها از طرف دولت منصوب شدن، بنا به خوشقلبی و نیت خیلی که داشتن به نسبت برگزار کردن جلسه سالگرد مختوم قلی رحمت الله علیه که هر سال متاسفانه در آقدوقای، همون جای مدفون مختوم قلی رحمت الله علیه و جای مدفون خیلی از عزیزان و دیگر برادران و خواهران مسلمان ما هست که متاسفانه در اینجا این جلسات برگزار میشه، این عزیزان ما امسال بنابر خوشنیتی و خوشقلبی که در وجودشون هست یک منشور در فضای مجازی نوشتن و اینو میشه گفت که با افتخار پخش کردن بر این مبنا که ما امسال به خاطر غمخواری با سیلزدگان و سبب کردن ناراحتی این عزیزان و در کل برای احساس همدردی و برادری و اخوت با این سیلزدگان ما تصمیم بر این گرفتیم که مراسم سالگرد شاعر نامی بزرگ ترکمن مختوم قلی رحمت الله علیه را ما خلاصه برگزار بکنیم. دوستان خواهش کردن که نظر اهل سنت و الجماعت به نسبت این موضوع چیه؟ اولا که دوستان دقت بکنین، ما در اهل سنت چیزی به نام سالگرد ما اصلا نداریم. این اصلا با قوانین اسلام به هیچ عنوان به هیچ اونا مطابقتی نداره. ما اصلا همچین چیزی نداریم که ما بخواهیم بر مبنای سالگرد اون شخصیت های دینی و اسلامی و اسوه های دین ایمان را برای اونها بخواهیم ما جشنی بگیریم و اونها را بخواهیم که بدین وسیله برای مردم معرفی بکنیم. چرا که اگر قرار بود ما برای کسی سالگرد بگیریم برای بزرگ داشت اون شخصیت، اول این شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن که ما همچین چیزی در اسلام هرگز نداریم. و دوما اگر قرار بود برای کسی ما سالگرد بگیریم برای خلفای اربعه امت اسلام که حضرت صدیق و فاروق و حضرت عثمان ذوالنورین و حضرت علی رضی الله عنهم، برای اینها ما میگرفتیم، یا امامان اربعه اهل سنت و دیگر بزرگانی که در اسلام به عنوان اسوه و قدوه برای امت اسلام شناخته شدن. اگر ما قرار بود سالگرد بگیریم اول برای همینها میگرفتیم و چون برای اینها نمیگیریم، چرا که چون دین اسلام ما همچین اجازه نداده، برای چنین بزرگوار مختوم قلی رحمت الله علیه نیز گرفتن چنین جلسه هرگز درست نیست. ما قانون داریم، کسی را حالا یادواری را از کسی میخوان برگزار بکنن و میخوان که در مابین مردم این بزرگواران را برای مردم معرفی بکنن، جلسات دینی بگیرن، نه به عنوان سالگرد یا دیگر مراتبی که برخلاف اهل سنت و جماعت ما هست. مطلب دوم اینه که بزرگداشت مختوم قلی رحمت الله علیه با این جلساتی که و با این منکراتی که و با این امور خلاف شرعی که در اونجا عملی میشه و ما اونها را با چشمان خودمون از دور و نزدیک شاهد بودیم، بزرگترین بزرگداشت جلسات، چنین جلساتی بزرگترین بزرگداشت مختوم قلی رحمت الله علیه و دیگر بزرگان اهل سنت ما اینه که چنین جلساتی کاملا تعطیل بشن. این بزرگداشت این عزیزان هست. چرا؟ چون چیزی که ما اونجا از دور نزدیک دیدیم و میبینیم مواردی که 100% برخلاف شرع، برخلاف غیرت مسلمان هست. اختلاط زن و مرد، همین یک گناه بسیار بزرگیه، 100% برخلاف قرآنه. اون ساز موسیقی که اونجا آوردن، بی‌اعتمادی و بی اهمیتی به نماز و نماز جماعتی که اونجا مشهوده
و لگدمال کردن و زیر پا گذاشتن قبرهای مسلمین که نهایت اهانت به اون شخصی هست که در زیر خاک خوابیده و برای خانواده چنین شخصیتی. شما ببین مثلا کسی بره ببینه اونجا در کسی قبر پدرش زیر پاش لگدمال کرده، شما حسابش کن فرزند اون با دیدن این چنین صحنه چقدر ناراحت میشه. لذا با بودن چنین مواردی و از همه بدتر ساز موسیقی که در اونجا آوردن به عنوان فرهنگ ترکمن اینجا قبل از اسلام داشته. اگر ترکمن از خودش را مسلمان میدانه باید از چنین مراسم ساز موسیقی، حالا قجقی باشه، دوتاری باشه، گیتاری باشه، هر چیزی باشه، باید که صد درصد توبه بکنه. برخلاف قرآن هست، برخلاف سنت هست. نبی خدا اسلام فرمودن که من صرفا برای شکستن این ساز موسیقی، آلات موسیقی آمدم. حالا این مسلمان آمده این چنین مراسمی را برگزار کردن. واقعا عزیزان گرامی، و حتی ما میبینیم که این دختران ترکمن را با آن لباسهای بسیار بد و بدمنظر و برخلاف غیرت مسلمان در اونجا آوردن و اینها را در اون جلسات ساز موسیقی شرکت دادن، این نهایت بی‌عفتی و خیلی معذرت میخوام نهایت بی‌ناموسی یک شخص هست که به چنین چیزهایی خودش را خوش بکنه که بله ما چنین مراسمی برای سالگرد مختوم قلی رحمت الله علیه گرفتیم. بزرگداشت مختوم قلی رحمت الله علیه و دیگر عزیزان اهل سنت یا هر نوع مسلمانی که باشه، بزرگترین بزرگداشت این عزیزان همینه که چنین جلساتی 100% تعطیل بشه. یعنی چه؟ برای نمیدونم سبب کردن ناراحتی و به خاطر غمخواری و همدردی و اخوت با سیل زدگان شما حکم خدا و رسول خدا رو در نظر نگرفته برای انسانی شما میخواین غمخواری بکنید. امروز با اسلام ها شده، اسلام داره نابود میشه، دین داره نابود میشه. شما با این اعمال برخلاف اسلام خودتون برخلاف دین دارین قدم برداشته، شما سبب ازدیاد و انتشار منکرات دارین در جامعه میشین. اونم به این عنوان در مرحله اول دوستان گرامی همینه که بزرگترین بزرگداشت مختوم قلی رحمت الله علیه همینه که این جلسات تعطیل شد. چقدر زیبنده بود، چقدر زیبا بود که این عزیزان مسئولین ترکمن ما که به نسبت این موضوع آمدن این منشور را دادن که بله ما به خاطر اخوت همدردی با سیل زدگان، نه اینا باید می نوشتن که بله چون که ما در سالهای گذشته چنین گناهانی را در اونجا انجام دادیم و گناهان دیگری در اقصا نقاط ترکمنستان انجام داده شده و این بلایی که بر سر ما آمده، این مشکلاتی که بر سر ما آمده درسته برای اشخاص مؤمن امتحانی هست، ولی برای اون انسان‌های گناهکار که ما هم از جمله آنها هستیم این بلای خدا بوده. لذا ما من بعد از گرفتن سالگرد جشن تولد مختوم قلی رحمت الله علیه ما کاملا توبه میکنیم. اینو باید می‌نوشتن. من واقعا نمیدونم با چه زبانی این موضوع رو برای شما تفهیم میکنم. و صرفا بحث قبرستان مختوم قلی رحمت الله علیه آقای جاهای دیگه نیست. امروز در خیلی از جاها ما میبینیم که عزیزان ما بنابر عدم علم و نداشتن آگاهی آمدن قبرستان ها را تبدیل به درختکاری کردن و اونجا نیمکتی گذاشتن، میزی گذاشتن و عرضم حضور شما که اونجا منطقه و محل سیر سیاحتی و تفریحی قرار دادن. واقعا برخلاف تعلیمات اسلامه. نبی خدا صلی الله علیه و سلم در تعلیمات خود رفتن به قبرستان را مستحب قرار دادن و منظور از رفتن به قبرستان دو امر را فرمودن که بله یکی این تذکره آخرت است، تذکره موت است که ما هم یادمان بیاد که ما را نیز در اینجا خواهند آورد و اینجا خانه‌ای جدید ما هست تا روز قیامت، و اینکه برای این اموات ما دعا بکنیم. واقعا شما فکر بکنید در اون ساز و موسیقی و اون مسائلی که نه تنها در عقد و قید در مراسم سالگرد مختوم قلی رحمت الله علیه و دیگر قبرستان های ما هم از این موارد متاسفانه خالی نیستن. چقدر این منکرات اونجا انجام میشه. واقعا این با تعالیم اسلام همسویی داره یا برخلاف اسلامه؟ آیا اون موردی که نبی خدا اسلام این مورد را برای امت خود تعلیم دادن آیا در چنین جاهای لحاظ میشه؟ الله تعالی به توفیق بده. لذا دوستان گرامی خواهش من اینه و که این که ما از این موارد باید توبه بکنیم، نه اینکه برای این گونه موارد خودمون را با اینطور نوشتن ها بخوایم که توجیه بکنیم. الله تعالی به توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.